سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به کانال کریپتو پلاس. توی این ویدیو میخوایم بازار کریپتوکارنسی رو با هم دیگه بررسی کنیم. همینجا جا داره که چون میدونم اول ویدیوه، جا داره که بهتون بگم اول از همه نیت من قلباً از ساخت این ویدیو و همینجور قسمت قبلی این بود که حداقل چند نفر توی این کشور بتونن سود کنن. و نکته مهمترش توی قسمت قبلی گفتیم که سود کردن مرحله دوم ماه. مرحله اول ما باید این باشه که پولمون رو از دست ندیم و ما همین که پولمون رو از دست ندیم، همین که نبازیم، اونم توی بازاری که 80% افراد بازنده میشن و میبازن و پول خودشون رو از دست میدن و میان بیرون، خودش یه برده. حالا جدا از بازارهای مالی، توی دنیای واقعی، توی هر معامله، توی هر مراودات تجاری که شما دارین، باید اولویت اصلی و اول شما این باشه که قبل از این که بخواید سود کنید، اولویت اصلیتون این باشه که خدای نکرده ضرر نکنید. خب حالا بریم سراغ اصل، چون نمیدونم که حالا شما قسمت قبلی رو دیدید یا ندیدید. اگر که ندیدید پیشنهاد میکنم حتما حالا چه بعد از این قسمت چه حالا هر موقعی که وقت داشتید قسمت قبلی رو ببینید، چون میخوایم که توی این قسمت برعکس قسمت قبلی که راجع به ضرر نکردن بود صحبت کنیم، توی این قسمت راجع به سود کردن صحبت کنیم. پس باید این نکته رو بدونیم، این روزهایی که الان داخلش هستیم دیگه تقریبا آخرین روزها و آخرین فرصت هایی که توی دنیای بازار ارزهای دیجیتال وجود داره. شاید شما طلایی ترین روزهای مارکت کریپتوکارنسی، یعنی زمانی که بیت کوین داشت بین رقم های 15,000 تا 25,000 دلار نوسان میکرد، شاید شما اون روزها رو از دست داده باشین و طلایی ترین روزها رو شما از دست دادین. اما مسئله‌ای که هست هنوز هم تموم نشده و کسایی که بین همین حوالیا هم اقدام کنن احتمالاً میتونن سودهای خوبی رو از بازار بگیرن توی احتمالاً 9 ماه آینده. نمیدونم فرصت بازار تا کی باشه، چون هیچ کس از آینده خبر نداره و آینده 100% نیست. اما میدونم که احتمالاً الان برای شما سوال پیش میاد که آقا الان ما چیکار کنیم، چی بخریم. منم میخوام توی این ویدیو دقیقاً همینو بهتون توضیح بدم و با دقت و حوصله ازت میخوام که تا ته ویدیو با من همراه باشی. حالا چه برای شما دوستانی که توی ارزهای دیجیتال فعالید، حالا چه حرفه‌ای و چه آماتور، و حتی اگر تازه کار هم هستید و حتی تا الان وارد نشدید و قصد دارید وارد شید، باید این سه تا المانی که توی قسمت‌های قبلی گفتیم و حداقل تا یه حد خوبی قبل از وارد شدن به این بازار و قبل از اینکه هر اقدامی رو شما بخوای انجام بدی، باید به شکل خوبی انجام بدی. این سه تا المان چی بود؟ ما توی قسمت‌های قبلی راجبشون صحبت کردیم. اولیش که خود چارت بود، دومیش شاخص‌ها بودن، شاخص‌های دامیننس تتر، شاخص‌های دی ایکس وای، شاخص‌های دامیننس بیت کوین، توتال 2، توتال 3 و شاخص سوم آن چین که هنوز ما توضیحش ندادیم توی کانال. توی قسمت قبل چارت رو گفتیم، اینجا هم کامل باش کار داریم و قسمت‌های قبلی رو یه مرور می‌کنیم، باز اصلا جای واسه نگرانی نیست. انشالله توی این قسمت به شکلی توضیح میدیم که شما اگر هیچی از دانش تکنیکال و چارت و رمز ارزها هم ندونی، نکاتی رو که می‌خوایم بهتون بگیم توی این قسمت با استناد بر المان‌های مهمی می‌خوایم بگیم که هر کسی توی بازار کریپتوکارنسی فعال باید بلد باشه، اونم شاخص‌ها هستن و با استناد بر همین شاخص‌ها می‌خوایم بگیم که چی بخریم. از اینجا به بعد سود اصلی بازار کدوم قسمت بازاره و کجاها دیگه وقت فروش و فراره. امیدوارم تا ته ویدیو با من همراه باشید، چون بهت قول میدم میتونه واسط خیلی سودمند باشه و برو بریم. خب بچه‌ها خیلی ریز اول میریم و قسمت قبلی رو که ویدیوی با این عنوان بود، وضعیت بازار ارزهای دیجیتال چطوره، الان بخریم یا نخریم، یه مرور میکنیم، یه نگاه میندازیم. البته ببینید زیاد واقعا وقت نمیشه من توضیحش بدم و یه ویدیو 40 دقیقه‌ای با همین عنوان توی کانال هست و من توی این 40 دقیقه اصلا مهم نیست وضعیت بازار ارزهای دیجیتال چطوره یا از تایم این ویدیو چقدر گذشته باشه. شما توی این قسمت نکاتی رو یاد میگیرید که هر جایی بهتون آموزش نمیدن و یه دیدگاه و یه تفکر خیلی جدید به شما میده راجع به بازار رمز ارزها. خب بریم یه نگاه به بیت کوین بندازیم و بعدش بریم مستقیم سراغ شاخص تا دیگه انشالله کامل متوجه بشیم که سود اصلی و توپل کجاست و باید سراغ چه ارزهایی بریم و سراغ چه چیزهایی رو نریم. خب بچه‌ها این وضعیت بیت کوین همین الان که من دارم این ویدیو رو میگیرم روی 69,000 دلار قیمت، 69,150 دلار که دارید میبینید به سقف قبلی همین الان هم یه جورایی برگشته، دقیقاً همین نوک این شادوه و
داره همینجا الان یه چند وقتی هست که حالا من اگر بخوام از نظر زمانی اندازه گیری کنم، بچه‌ها این تایم فریم روزانه است، هولوش 94 روزه که الان بیت کوین بین 57,000 دلار تا این بالا 73,500 تقریبا، حالا تو همین حدودا داره نوسان میکنه و بالا پایین میشه. و میخوام این نکته رو بهتون بگم، هدف توی دنیای ارزهای دیجیتال بچه‌ها فقط این نیست که شما مثلا بیای فقط آقا بگی من میخوام فقط بیت کوین بخرم، فقط اتریوم بخرم و دنیا رو توی همین دوتا ببینی. دنیای کریپتوکارنسی فقط بیت کوین و اتریوم و ریپل و حالا اون ارزهایی که شما شنیدین نیست. ولی ببینید من نمیگم که کلا اصلا بیت کوین یا اتریوم نخریم یا بده. اتفاقا هر ایرانی باید حتما چه بلند مدت و چه کوتاه مدت باید همیشه بیت کوین و اتریوم داشته باشه. یه مقدار از سبد شما بالاخره باید پروژه‌های دیگه هم باشن، اما هر ایرانی چه بلند مدت و چه کوتاه مدت باید حتما و همیشه یک مقدار بیت کوین و یک مقدار اتریوم داشته باشه. ولی بالاخره پروژه‌های دیگه هم هستن. خب ما الان می‌خواستیم چارت بیت کوین رو توضیح بدیم به همراه چارت اتریوم و بعد بریم سراغ شاخص‌ها. بچه‌ها بیت کوین همین الان حالا 230 دلار دیگه همین الان تقریبا کشید بالا و خودتون دارید الان چارتش رو می‌بینید بچه‌ها. بیت کوینی که شاید از همینجا من حساب کنم ما بخوایم، ببخشید البته نگرفتش، ما هولوش تقریبا 490 روز قبلش هممون بیت کوین 24,000 دلاری رو دیدیم. تایم طلایی کجا بود بچه‌ها؟ تایم طلایی فاصله بود که بیت کوین داشت زیر این خط، حالا من رنگش هم عوض کنم، زیر این خط سفید بیت کوین داشت نوسان میکرد و تمام شما میتونستید اینجاها بهترین سود رو از بازار بگیرید. دقیقاً همین جایی که این اساتید بورسی و انگیزشی و این آدمای 2000ی داشتن به شما میگفتن که آقا نخرید، مثلا بیت کوین داره میریزه، نمیدونم وضعیت بازار نزولیه و از اینجور صحبت ها با شما میکردن. شما توی همین حوالی زمانی که همه داشتن دندقب میرفتن، شما باید توی همین حوالی ها وارد شدی. آقا شما مثلا روی 24,000 هم اگر بیت کوین نخریدی فدای سرت، روی آقا اصلا تو این فاصله می‌خریدی، روی 32,000 دلار می‌خریدی، اینجا هم نخریدی فدای سرت، روی 45,000 دلار فاصله بین 35 تا 45,000 دلار می‌خریدی. الان که دارم این ویدیو رو ضبط می‌کنم بچه‌ها تاریخ با این سمت راست هست. بیت کوین به سقف تاریخی خودش برگشته بچه‌ها. هیچ کس به شما نمیگه بیت کوین به کف تاریخی برگشته. تمام اخبار و رسانه‌ها و نمیدونم همین چیزایی که شما قبولشون دارین همشون خودشون دارن یه جورایی به شما تخلف میرسونن، میگن بیت کوین به سقف تاریخی برگشت. دفعه قبلی نگاه رسید به سقف چجوری پوستش کنده شد. حالا من نمیگم این دوری سقف رو رد نمیکنه، اتفاقا الان ردش میکنیم حالا به یه سری دلایل دیگه. خب ولی ما الان رو سقفیم. میدونی چی میگم؟ شما که نباید الان شما فرض کن که حالا این تو ویدیوی قبلی کامل توضیح دادم، یا توضیح دیگه میدم واسه بچه‌ای که تا الان ندیدن. بچه‌ها بیت کوینی که الان 69,000 دلاره، اگر از همینجا قیمت بیت کوین تا 110,000 دلار بره، یعنی حالا شما حساب کن بازاری که اینقدر سنگین شده باید چقدر پول بیاد داخلش تا این به 110,000 دلار برسه. چه بسا که میرسه و قیمت‌های بالاتر رو هم میبینه. صحبت من توی این ویدیو چیز دیگری است. شما اگر که همینجا بخرید تا 110,000 دلار هم نگه دارید کلا 59% سود میکنید. یعنی شما مثلا اگر به 100 دلار بخرید پول شما نهایتا میشه 160 دلار. امیدوارم متوجه منظورم شده باشید. یکم واسه خریدش دیره. حتما هر ایرانی باید یه مقدار بیت کوین داشته باشه، اما همه سرمایه شما نباید بشه بیت کوین. شما باید این پایینا می‌خریدی، اینجا می‌خریدی، اینجا می‌خریدی، اینجا می‌خریدی، اینجا می‌خریدی. حالا زمانی که این قد اومده بالا دیگه می‌خوای بخریش که چی بشه؟ اگرم می‌خوای بخری بخره. اتفاقا خرید بیت کوین کار بدی نیست و شما نباید برید تمام سرمایه‌ات رو بخری. شما حساب کن از همینجا اگر بیت کوین بخواد به ناحیه تقاضا برگرده، ما حالا اگر بخوایم از منظر عرضه تقاضا به چارت نگاه کنیم، بین قیمت 32,000 دلار 29 تا 30,000 دلار اصلا شما بگیر، اگر از همینجا برگرده شما نصف پولت میره. اینا حواست باشه. و همه اینا رو حالا ما تو قسمت‌های قبل توضیح داده بودیم و اینجا دیگه واقعا اضافه کاریه به قول معروف که اگر حالا من بخوام توضیح بدم. میمونه چی؟ دوستان گلم، ما 3 تا شاخص داریم و این شاخص ها رو من توی قسمت قبلی گفتم. شاخص توتال که وضعیت کلی بازار رو به ما نشون میده.
چقدر پول توی بازار کریپتوکارنسی؟ 2 تریلیارد و 488 میلیارد دلار در حال حاضر و نزدیک به سقف خودشه. این تمام شاخص توتال اصلی تمام ارزهای دیجیتال رو شامل میشه. بچه‌ها قشنگ گوش کنید، میخوام بگم چی بخریم، به چه دلیلی بخریم و چه کاتگوری ها و چه دسته‌بندی هایی رو بخریم که احتمالاً سود خیلی خوبی رو بهمون میدن. پس قشنگ حوصله کنید و گوش بدید. بچه‌ها این شاخص توتال 2، شاخص توتال 2 تمام بازار کریپتوکارنسی رو به ما نشون میده بجز بیت کوین، یعنی اتریوم رو هم شامل میشه. یه لحظه من برگردم توتال رو نشون بدم بچه‌ها، یا الان اول توتال 2 رو بگیم حالا همینجا. این که بچه‌ها شاخص توتال 2 تا سقف خودش هولوش 47% در حال حاضر فاصله داره. و به شاخص توتال رو بگیم، توتال چون خود بیت کوین رو هم شامل میشد. این نگاه کنید زیاد تا سقفش فاصله نداره ها. شما نگاه کنید کلا 25%. حالا من یکم دقیق هم نگرفتمش، الان دقیقاً از قیمت حال حاضر بهتون بگم 22%. یعنی کل بازار 22% با سقف تاریخیش فاصله داره. شاید این سقف رو بشکنه، کسی نمیدونه. اما میخوایم بگیم سود اصلی کجاست اگر بازار حرکت کنه. توتال 2 رو که دیدید فاصلهش به مراتب بیشتره، تمام بازار رو شامل میشه، اتریوم رو هم شامل میشه، بیت کوین رو شامل نمیشه. 52% بچه‌ها 52% این 1 تریلیارد و تریلیارد چیه؟ هم 113 میلیون دلار که باید برو به 601 تریلیون و 697 میلیارد دلار برسه. بچه‌ها این خیلی پوله. اگر بخوایم دقیق تر متوجهش بشیم باید اینجا من یه لحظه شاخص هیت مپ رو بیارم، حالا تا هیت مپ رو میاره، و شاخص توتال 3 اتریوم رو هم بچه شامل نمیشه و سقف قبلیش هم اینجا بوده و ما تا سقف قبلی توتال 3 در حال حاضر 68% فاصله داریم. بچه ها این 68% یعنی از 666 میلیارد دلار تا 1 تریلیون و 125 میلیارد دلار باید حرکت کنه. شاخص توتال 3 چی بود؟ ما توی قسمت های قبل، حالا ویدیوش تو کانال هست دیگه، برید ببینید، توی این دوتا قسمت شاخص ها رو گفتیم. شاخص توتال 3 میشد وضعیت تمام بازار ارزهای دیجیتال بجز بیت کوین و اتریوم. یعنی شما هر شت کوین، میم کوین، آلت کوین، تمام این ارزهای دیجیتالی که میبینید اینجا از زیکش، اتریوم کلاسیک، آی ان جی، کیک، وانینچ، آیکون، فلر نتورکس، دلیکا، هارمونی، اوردوم، لونا کلاسیک، همه ارزهای دیجیتال رو شامل میشه شاخص توتال 3 بجز بیت کوین و اتریوم که میبینید بچا بیشترین فاصله رو تا سقف خودش داره و در حال حاضر شاخص توتال 3 داره به ما میگه که ببین اکثریت غریب به اتفاق ارزهای دیجیتال الان توی کف خودشون قرار دارن. یعنی تعداد زیادی از این آلت کوین ها که حالا من یه لحظه هیت مپ رو بیارم بچه‌ها، میبینید بیت کوین رو که 1 تریلیون و 300 خورده میلیارد دلار الان، اتریوم که میبینید 452 میلیارد دلاره و این آلت کوین هایی که الان توی این قسمت قرار دارن، فایل کوین، نمیدونم تون کوین، دوج، پالیگان، هر چیزی که شما الان توی این قسمت دارید میبینید مارکت کپشو الان مثلا ما یه لحظه با هم نگاه کنیم، مثلا یه دونه شما شانسی نگاه کنیم، مثلا کدومو مثلا هدراش گرفت بچه‌ها، این 3 میلیارد دلار کل مارکت کپ این ارز دیجیتال. یا اتم، مثلا اتم در حال حاضر 3 میلیارد و 277 میلیون دلاره پولی که توی این ارز دیجیتال وجود داره. یا مثلا یکی دیگه حالا فرقی نداره دیگه، حالا زیکش، مثلا ارز دیجیتال زیکش 417 میلیون دلار بیشتر الان مارکت کپ نداره و میبینید که چه مارکت کپ های کوچیکی دارن. الان مثلا اتم 3 میلیارد دلاره ولی اتریوم 452 میلیارد دلاره. از اون ور بیت کوین 1 تریلیون و 360 خورده میلیارد دلاره. یعنی شما حساب کن با توجه به این شاخص توتال 3 از 666 میلیارد دلار تا 1 تریلیون و 125 میلیارد دلار فاصله خیلی زیادیه. یعنی مارکت کپ اگر همین فاصله بین مابقی ارزهای دیجیتال، یعنی تقریبا بلوش 700 میلیارد دلار یا شاید بیشتر، حالا من دقیقش الان ماشین حساب جلوم نیست حساب کنم، یعنی اگر که این حجم از پول، یعنی 666 میلیارد دلاری که الان توی سمت راست هیت مپ ما قرار داره بین این آلت کوین ها تقسیم بشه و به 1 تریلیون و 125 میلیارد دلار برسن، اینا منفجر میشن بچه. یه آلت سیزن فوق العاده قشنگ رو میتونیم پیش رو داشته باشیم و
این صحبت با توجه به شاخص توتال 3 هستش که به ما میگه ببین وضعیت بازار آلت کوین ها فوق العاده در حال حاضر پتانسیل داره برای رشد. خب حالا بریم شاخص توتال 2 رو نگاه کنیم. توتال 2 هم دقیقاً همین رو به ما میگه. البته فاصلش کمتره بچه‌ها، از 1 تریلیون و 128 میلیارد دلار نهایتاً تا سقف قبلی 1 تریلیون و تقریبا 700 میلیارد دلاره. هولوش تقریبا فکر کنم 400 500 میلیارد دلار فاصله داره که این هم توتال 3 رو تایید میکنه برای ما در حال حاضر. و یه نگاه به دامیننس بیت کوین بندازیم. دامیننس بیت کوین چی بود؟ سهم بیت کوین از بازار. یعنی اگر که حالا من پاک کنم اینا مال قسمت قبلیه، اگر که در حال حاضر بچه‌ها ببینید 2 تریلیون و 488 میلیارد دلار کل بازار کریپتوکارنسی همین الان قیمت میخوره. از این پول در حال حاضر 54.64% مال بیت کوینه و میبینید که یه روند صعودی رو شروع کرده بیت کوین و اگر که این روند صعودی بشکنه به سمت پایین و شاخص توتال 3 به سمت بالا حرکت کنه، یه لحظه من بیارمش، شاخص توتال 3 به سمت بالا حرکت کنه، بچه‌ها آلت کوین ها منفجر میشن. البته به این معنی نیست که شما هر آلت کوینی رو بری بخری. نمیدونم الان اینجا نگاه کنید بی نهایت آلت کوین وجود داره. بنابراین نیست که شما هر ارز دیجیتالی نمیدونم سگ و خر و گربه و هر کدوم از این جک و جونورها رو شما بخوای بری بخری مثلا چندین برابر بشه. ولی خب مثلا بیایید یه مثال باحال بزنیم با هم دیگه. مثلا فایل کوین رو بررسی کنیم. یه ارزی که من توی چند تا ویدیوهای قبلی بهش کامل توجه کرده بودم، الان هم میخوایم بهش توجه کنیم. بچه قیمت الانش $5 و مارکت کپ فایل کوین در حال حاضر، حالا من اگر اینجا پیداش کنم یا اینکه فکر کنم باید بریم سایت کوین مارکت کپ چون یکم فکر کنم پیدا کردنش سخته. نه اینجاست بچه‌ها ببینید 3 میلیارد دلار این مارکت کپ. حساب کنید که مثلا 8 میلیارد دلار پول وارد فایل کوین بشه، طبیعتا قیمتش حداقل به $28 میرسه. شما فاصله رو حساب کن از همین $5. فکر کن که فقط به همین سقف برسه بچه‌ها 400% به شما سود میده. خب ولی اگر که ببینید فایل کوین $5 اگر بشه $28 خیلی طبیعی تره، خیلی راحت تر اتفاق میفته تا اینکه مثلا شما بیت کوین رو حساب کنی که مثلا بگی بیت کوین مثلا $69,000 میشه آقا اصلا $140,000. اینجا کلا 100% به شما میده، یعنی 300% یه آلت کوین مثل فایل کوین میتونه بیشتر به شما سود بده. حالا مسئله اینه که آقا ما چه آلت کوین هایی رو بخریم، چه ارزهای دیجیتالی رو بخریم. بچه‌ها سعی کنید که من حالا آلت کوین خاصی معرفی نمی‌کنم چون قبلا تو کانال یه دفعه اگر من اینجا بیارم توی 4 قسمت می‌بینید که حالا اینجا 2 تا متاورس گفتیم، راجع به شیت کوین ها صحبت کردیم و قسمت 4م، 3م، 2م و اول. توی 4 قسمت 16 تا ارز دیجیتال فوق العاده عالی معرفی کردیم. جدا از اونها ارز دیجیتال آنتولوژی، هارمونی و 2 تا متاورس رو هم کامل معرفی کردیم تو کانال. ولی خب حالا مثلا بخواید نگاه کنیم، گفتم که به این معنی نیست که هر آلت کوینی رشد میکنه. جدا از اونها مثلا یه سری از آلت کوین ها رشد هم کردن، یعنی از قبل رشد کردن. شما مثلا الان فرض کن شما بخواید بری سولانا بخری، خب سولانا سقف قبلش کجا بود؟ حالا ما نمیگیم سقف رو رد نمیکنه، داره مثال میزنیم، میگیم مثلا یه ارز دیجیتالی مثل سولانا در حال حاضر توی این تاریخی که من الان دارم این ویدیو رو میگیرم خب تقریبا نزدیکای سقف خودش قرار داره. شما نگاه کنید $250 الان هر یه دونه سولانا سقفش $250. خب ولی قیمت الانش چقدره؟ $163. $163 قیمت الان هر یه دونه سولانا. خب سولانا که دیگه تا سقفش فاصله ای نداره، اصلا گیریم که این سقف رو رد کنه. شما فرض کن که سولانا این سقف رو رد کنه و بره به نمیدونم مثلا $600 برسه، کلا 270% به شما سود میده که اصلا امکانش خیلی پایینه که به این عدد و رقم برسه. البته شاید هم برسه، خب ولی کی سود اصلی رو میبره؟ کسی که اینجا خریده. شما که الان میخوای بری اینجا زارت سولانا بخری، مثلا میگم چارت شما باید از این منظر برای سرمایه گذاری نگاه کنی. شما فرض کن که الان روی همین $163 سولانا رو بری بخری، اگر که به $650 برسه کلا شما 300% سود میکنی. سود اصلی رو کی کرده؟ کسایی که این پایین، مثلا شما کسی که رو $17 خریده همین الان 800% تو سوده. یعنی اون کسایی که سولانا رو روی $17 یا زیر $17
یا بخوام بهتر اگر متوجه بشید، زیر این خط رنگش هم عوض کنم، زیر این خط زرد خریدن، خب اینا این بالا میفروشن دیگه. چجوری بهتون بگم؟ ببینید بچه‌ها، کسایی که این ناحیه خریدن، خب اینا اینجا میفروشن دیگه. اینا قبل از این که اصلا، حالا شما حساب کن کسایی که اینجا میخرن، خب اینا از کیا میخرن؟ از کسایی که این پایین دارن خریدن و الان دارن بهشون میفروشن. یا مثلا الان بریم آلت کوین های دیگر رو با هم دیگه بررسی کنیم. بچه‌ها مثلا آی سی پی، یه لحظه من این چارت رو خلوت کنم. میبینید که آی سی پی هم رشد کرده. شما دقیقاً باید بدونید که چه آلت کوینی الان تقریبا توی کف خودشه و وضعیت بهتری داره. من زمانی که داشتم این قسمت اول ارزهای دیجیتالی و واسه هاوینگ رو بهتون معرفی میکردم، بچه‌ها هر کسی که ندیده ویدیوش تو کانال هست میتونه بره ببینه. ویدیو مال 3 ماه پیشه. توی اون ویدیو گفتم آقا تون کوین رو بخرید. تون کوین ببینید اون زمان روی سقف خودش بود، اصلا خبری از نات کوین و لیست شدن نات کوین و اینجور صحبت ها نبود. این تون کوین تو این حوالیه داشت هی چرخ میزد. گفتم آقا بخرید. گفتم تون کوین رو به سمت بالا حرکت میکنه. هر کسی که این ویدیو رو ببینه، اولین ارز بود فکر کنم یا دومین ارز، اینجا معرفیش کردیم. هر کسی که بره ببینه کامل متوجه میشه. گفتم آقا بخرید، این سقفو میشکنه و به سمت بالا حرکت میکنه و شاید تارگت های بالاتری رو ببینیم. عددهای مثل $40 $44 واسه تون کوین اصلا چیز عجیب غریبی نیست، ولی شما باید دقیقاً بدونید که چه ارز دیجیتالی رو بخرید. الان به نظر میاد دیگه واسش دیره. خب ولی مثلا میگم یه ارزی مثلا ارز دیجیتال فلو، خب ارز دیجیتال فلو الان قیمتش خیلی مناسبه. یا مثلا فلر نتورک، اینا همشون هم شلوغن. فلر نتورک الان هم توی اصلاح خودشه، جای تقریبا مناسبیه واسه اینکه حالا شما بخواید خرید بزنید. یا مثلا ارز دیجیتال پنکیک سواب که قیمتش الان واقعا جای خوبیه بچه‌ها. الان مثلا یک کیک $2.60 اگر بخواد بره به سقف خودش برسه 1500% به شما سود میده. حالا من نمیگم حتما میره و به این سقف میرسه، اصلا شما این سقف رو بگیر، این سقفی که اینجاست، از همینجا تا این سقف هم حرکت کنه 402% به شما سود میده. ما داریم رو چه حسابی آلت کوین ها رو معرفی میکنیم؟ روی این حساب که آقا شاخص توتال 3 داره به ما این رو میقبولونه که فاصله تا سقف هنوز خیلی زیاده و آلت کوین ها پتانسیل حرکت رو دارن و فاصله حال حاضر شاخص توتال 3 تا سقف خودش، حالا من اگر نوک شادو رو هم بگیرم، از 676 میلیارد دلار تا 1 تریلیون و تقریبا 125 میلیارد دلار میتونه حرکت کنه. یعنی چی؟ یعنی این پول پخش میشه بین آلت کوین هایی که توی این قسمت سمت راست وجود دارن. یه دور داریم از اول مرور میکنیم با هم دیگه. میدونم شاید حوصلتون سر بره، اما خب باور کنید اینا واقعا چیزای مهمیه و این پول اگر قرار باشه بین این آلت کوین ها پخش بشه، اینها منفجر میشن. جدا از اونها دامیننس بیت کوین رو توضیح دادیم که توی قسمت قبلی هم گفتیم، الان هم دوباره توضیحش دادیم یک دور دیگه هم الان بهتون میگم. سهم بیت کوین از بازار خیلی رفته بالا و این میتونه اصلاح کنه و اصلاح شاخص دامیننس بیت کوین به همراه رشد شاخص توتال 3 میتونه به ما سیگنال یا آلت سیزن فوق العاده استثنایی رو بده. همین الان هم واسه خریدن یک سری از رمز ارزها و ارزهای دیجیتال دیر شده و شما نباید اقدام کنید. یک سری دیگه از ارزهای دیجیتال الان روی کف خودشون قرار دارن. بهتون نشون دادم که چجوری میتونید شما سقف و کف رو پیدا کنید و متوجه میشید به راحتی اگر روی تایم فریم هفتگی کلیک کنید و ارزها رو به صورت هفتگی ببینید. البته ارزهایی که پروژهشون الان در حال حاضر فعاله بچه‌ها، مثلا ارز دیجیتال هارمونی، مثلا بیاید با هم بررسیش کنید. توی کانال ویدیوش هست، ویدیوی معرفی ارز دیجیتال هارمونی، پول بازار کریپتو سال 2024. بچه‌ها هارمونی رو بیاین با هم نگاه کنیم. توی هاوینگ قبلی یعنی سال 2020-2021 بچه‌ها، هارمونی قبل از اینکه حرکت اصلی خودش رو بزنه میاد و یه سقف میسازه. زمانی که سقف میشکنه میره بالا. شما اینجا نگاه کنید، اینجا رو دارم توضیح میدم. میره بالا و میاد پایین تا کجا؟ تا این هفتگی ها، این چند هفته طول کشیده فاصلش، میاد تا این پایین و از این پایین شروع میکنه حرکت صعودیش رو و در طی یک تایم کوتاهی 42 روز 1000% رشد میکنه و الان هم دقیقا همین اتفاق افتاده بچه‌ها. اگر بخوام دقیق تر بگم، میخوام با خود
خطها بهتون بگم که کامل متوجه بشید چجوری تاریخ توی بازارهای مالی تکرار میشه. آقا زمانی که میره بالا، شما نگاه کن الان اینجا میره بالا میاد پایین و یه شادو میزنه و روند صعودی شروع میشه. اینجا هم نگاه کنید دقیقاً همون شکله، میره بالا. نگاه کنید الان من اگر دوباره بخوام اینجا رو هم یه خط بکشم، میره بالا. شما نگاه کن حالا یک فاصله خیلی خیلی ریز، تقریبا خیلی ریز فاصلش، حالا میره بالا، این بالا رو میزنه و میاد پایین و از این پایین روند صعودی شروع میشه. و الان هم دقیقاً همین اتفاق افتاده. این پایین رو زده، چرا پایین تر نرفت؟ چرا مثلا تا اینجا نرفت؟ دقیقاً اومده زیر همین شادو زده و روند صعودی میتونه از همین جا اگر که قرار بشه تاریخ تکرار بشه و ما در عرض یه تایم خیلی کوتاهی به هارمونی 22 سنتی برسیم. یعنی از همین حوالی که داره حرکت میکنه اگر که بلند مدتی به قضیه نگاه کنیم 900% بچه‌ها میتونه رشد کنه. 900% یه عدد حداقلیه، اونم به صورت دلاری، اونم در عرض یه تایم خیلی کوتاهی شما میتونید روی هارمونی صعود کنید. اونم مثلا ارزهای دیجیتال که هنوز حرکت نکردن یا حرکت هاشون اونقدر شدید و جدی نبوده. یه سری از ارزها هم خب شدید حرکت کردن دیگه، الان واسه خریدشون خیلی دیره. چیزی که گرون بشه رو شما نباید بری بخری که. الان شما نیر پروتکل رو نگاه کن، شما باید این پایینا میخریدی. شما فرض کن که ما مثلا زمان به عقب برمیگشت و ما مثلا تو این حوالیات نیر رو میدیدیم روی $1 نمیدونم $2، شما این حوالیات نخریدی. خب اون کسایی که این پایین خریده باشن خب سود اصلی رو اونا میبرن. کسایی که مثلا نیر $1 خریدن که من خودم جزشون بودم، تا همین لحظه 560% توی سودن. خب حالا نیر سقفش کجا بود؟ ما داریم بر اساس سقف قبلی میگیم، مثلا کار نداریم سقف میشکنه یا نمیشکنه یا اصلا به سقف میرسیم یا نمیرسیم. ولی خب اولین ملاک ما، اولین سیگنال و المان ما خود چارت دیگه، و خود چارت داره به ما میگه آقا کلا 180% دیگه پتانسیل رشد داره، میتونه بیشتر هم بره، میتونه اصلا به این سقف نرسه. مثلا شما حساب کن برسه اینجا و از همینجا روند نزولی کاملا شروع بشه و اصلا به این سقف نرسیم و هممون گول بخوریم. همه این اتفاقا کامل هم ممکنه. اما خب سود اصلی رو کی میبره؟ کسایی که این پایین خریدن، کسایی که این ناحیه خریدن. حالا هر قسمتی میتونه اینجا باشه، میتونه اینجا باشه، میتونه اینجا باشه، میتونه اینجا باشه. حالا کسایی که توی پایین ترین نقطه ممکن خریدن، تا همین لحظه 618% توی سودن و اگر که قیمت بره و به این بالا برسه 1800% سود میکنن. حالا کسایی که الان بخرن چقدر سود میکنن اگر بره به سقف برسه؟ تقریبا 188%. میبینید که یه سری از پروژه ها بچه‌ها کاملا رشد کردن و دیگه پتانسیل رشد ندارن. ولی شما باید حتما حواست به آلت کوین ها باشه. یا ارز دیجیتال دش که اینم تو قسمت قبلی اشاره بهش کردیم، میبینید که الان روی کف خودش واقعا ارز دیجیتال دش، شاید افرادی باشن که چند سال دیگه این ویدیو رو دارن میبینن، واقعا قیمت $29 واسه قیمت خیلی مفته بچا. این دش $29 عین همون نیر پروتکل $1 که الان داشتم توضیح میدادم، این همون نیری که اون زمان اینجا بود که میبینید چجوری حرکت کرده. دش هم دقیقاً الان همین شکل رو داره، با این تفاوت که این پایین و هنوز بالا زدن ها شروع نشده. زمانی که ارز دیجیتال دش از اینجا حرکت کنه و به این بالاها برسه، همه میگن خوش به حال کسایی که این پایین خریدن. بازارهای مالی دقیقاً همچین شکلی رو داره. شما حساب کن کسایی که این پایینا خریدن، خب این بالا فروختن دیگه، ولی کسایی که این بالا فروختن پولشون نابود شد دیگه. حالا این توی تمام چارت الان چندین تا ارز دیجیتال رو به شما نشون دادم. حالا بریم و یه سوال مهمتر رو بپرسیم. بچه‌ها ویدیو واقعا مهمه، خواهش میکنم حوصله کنید، چون اگر که فعالید یا حالا ارز دیجیتالی رو دارید یا میخواید بخرید یا حالا هر چیزی، واقعا میتونه واسه شما مفید و سودمند واقع بشه. آقا من بیت کوین و اتریوم رو کاری ندارم، چون عقب‌تر راجبشون گفتیم و شما شاید بپرسید که آقا ما آلت کوینی که خریدیم رو در آینده، زمانی که حالا مثلا 6 ماه، 1 سال، چند سال از این قسمت از این ویدیو گذشت، ما کجا بفروشیم؟ بچه جا داره بهتون بگم که کلی المان و کلی پارامتر فوق‌العاده مهم وجود داره و واقعا نمیشه یه نسخه پیچید واسه همشون. اما هر ارز دیجیتالی بجز بیت کوین و اتریوم شما دارید، حالا پولکادات داری، فایل کوین داری، نمیدونم دش داری، کامپند داری، نمیدونم هر ارز دیجیتالی فرقی نداره، آلگوراند داری، آوالانچ داری،
هر ارز دیجیتالی رو که شما داری، اگر که بخوای نقطه خروج خودت رو پیدا کنی، یکی از شاخص هایی که میتونه به ما بهترین سیگنال رو بده واسه اینکه ارز دیجیتال خودمون رو بفروشیم و فرار کنیم، میتونه شاخص توتال 3 باشه. یعنی شما شاخص توتال 3 رو توی تریدینگ ویو خودتون میاری و زمانی که به سقف‌های شاخص توتال 3 رسیدیم، شاخص توتال 3 رو که قبلا توضیح دادیم تو این ویدیو هم گفتیم، الانم باز بهتون میگم، تمام ارزهای دیجیتال رو شامل میشه به جز بیت کوین و اتریوم. از روی چارت خود ارز خودتون رو هم میتونید تشخیص بدید. یعنی یکی خود چارت ارز خودتون، حالا هر ارزی که دارید میتونید چارتش رو نگاه کنید. حالا اگر روی سقف‌های جدید بود شما میتونید بفروشید و خالی کنید، روی سقف‌های قبلی میتونید بفروشید و خالی کنید. حالا سقف قبلی حتما نمیشه این باشه، این بالاترین سقف قبلیه، حتما هم به آیه نازل نشده که حتما به این سقف برسه. شاید مثلا الان این اتریوم کلاسیک الان هم قیمتش $28، اینجوری نیست که حتما بره و به اینجا برسه، شاید برسه شاید نرسه، من نمیدونم. خب ولی شما باید استراتژیت بر این باشه که یک قسمتی رو مثلا روی هر سقفی خالی کنی، یا میتونی حالا کلا روی یک سقف خالی کنی که این اصولی نیست، اصولش اینه که روی هر سقفی پله پله خالی کنی، یا اینکه کلا بذاری واسه سقف‌های قبلی. این یه روششه. یه روشش هم اینه که اگر سقف قبلی رو شکست ATH زد، شما بعد از اینکه ATH جدید زد، ATH یعنی بالاترین قیمتی که جدیده، یعنی همچنین فرض کن اتریوم کلاسیک ATH قبلیش بوده $157، فرض کن ATH بعدیش باشه مثلا $80 $160، شما اینجا میتونی بفروشی و فرار کنی. یکی میتونه خود چارت شما باشه اگر بخواید سیگنال خروج و فروختن ارز دیجیتالت رو پیدا کنی. یکی دیگه هم میتونه شاخص توتال 3 باشه. سقف‌های شاخص توتال 3 میتونن بهترین سیگنال باشن واسه ما که سیگنال خروج رو انگاری دارن به ما. یا اینکه مثلا شما فرض کن توتال 3 بخواد بیاد خط قرمز رو رد کنه یا سقف قبلی خودش رو کامل رد کنه، شما بعد از اینکه سقف قبلی رو رد کرد، اینجاها دیگه باید با قدرت خیلی بیشتری بفروشی و فرار کنی. البته خود چارت اون ارزی هم که میخوای بفروشی مهمه، نقاط عرض تقاضا مهمه، ولی خب به هر حال سقف شاخص ها چیزی بودی که همیشه درست عمل کرده، چه واسه افرادی که حرفه‌ای بودن چه واسه افرادی که آماتور بودن، همیشه پارامتر مهمی بوده. خب یه سری از ارزهای دیجیتال رو هم اینجا با هم نگاه کردیم. مثلا الان زلیکا رو هم یه نگاه بندازیم، می‌بینیم که زلیکا هم الان واقعا جای خیلی خوبیه و پتانسیل رشد داره. حالا میتونه تی پی هایی هم که به ما میده روی 13 سنت باشه، نمیدونم روی 0.047 باشه و میبینید که الان مثلا جای خوبیه. بچه خود چارت اون ارز مهمه، شما باید بدونید که چه ارزی الان قیمتش جای خوبیه، میتونه رو به بالا حرکت کنه و چه ارزی قبلا حرکت کرده و دیگه واسه خریدش یه مقداری میتونه دیر شده باشه. مثلا حالا یکی دیگه هم نشونتون بخوام بدم، مثلا ارز دیجیتال بیت کوین کش، خب این پایینا واسه خریدش خیلی بهتر بود، یا این حداقل این ناحیه الان اینجا دیگه به نظرم خریدش مناسب نیست. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. من سعی کردم خیلی کامل، جامع، دقیق و اصولی باهاتون صحبت کنم. کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی جان نمونید و تا قسمت بعدی خدا نگهدار.